یه سوالیه که ذهن منو درگیر کرده، قاعدتا ذهن شما رو هم درگیر کرده و اون سوال اینه که آیا کپکام توی رزیدنت ایول ریکوئم لیون اسکندی رو میکشه یا زنده نگهش میداره؟ نظر منو بخواید کپکام جرأت انجام یه همچین کاری رو نداره. توی رزیدنت ایول 6 قرار بود کریس ردفیلد بمیره، اما آیا کپکام این کارو انجام داد؟ یه پتانسیلای توش دید، به جاش رفت پیرس رو کشت و کریس رو توی نسخه‌های بعدی هم آورد. ایتن رو زد کشت، اما آیا ایتن به محبوبیت لیون اسکندی و کریس ردفیلد و بقیه شخصیت‌ها بود یا نه؟ لیون اسکندی اصطلاحاً پوستر بوی کپکامه. یعنی چی؟ کل کپکام با لیون اسکندی میشناسن. خود کپکام 1998 یه شخصیتی خلق کرده که از کل کمپانیش محبوب تره. پس کشتن یه همچین شخصیتی نه تنها عقلانی نیست، بلکه ممکنه به فرانچایز ضربه بزنه و حتی باعث کاهش فروش رزیدنت ایول ریکوئم بشه و حتی شاید در آینده فرانچایز به مشکل بخوره. خیلی‌ها دیدم که میان مرگ لیون اسکندی رو با مرگ جوئل یکی میکنن. جوئل میلر 10 سال وارد صنعت گیم شده، لیون اسکندی 5 نسل وارد صنعت گیم شده. از PS1 تا PS5 توی تمام کنسول‌ها کپکام یه دونه رزیدنت ایول داد که شخصیت اصلیش لیون بود. از جوانای 15 16 ساله بگیر تا کسایی که 50 60 سالشونه، همشون لیون اسکندی رو میشناسن. لیون اسکندی جزو 5 تا شخصیت محبوب تاریخ صنعت گیمه. کشتن این شخصیت اصلا عقلانی نیست و به فرانچایز ضربه خیلی بدی میزنه. اما اگه کپکام تو نظرش باشه که این فرانچایز رو ریبوت کنه، اون موقع داستان فرق میکنه. حالا شما نظرتون رو بنویسید. به نظرتون لیون اسکندی توی رزیدنت ایول ریکوئم میمیره یا زنده میمونه؟